ترافیک آمده. فعلا دیگه بند است همین چهارراهی توسط ترافیک. به این خاطر موتورها دیگه بیربارشون رو میبینین استاد هستن. برکی دیگه دوستان عزیز از بیربار زیادتر فرنیچرها هست. حالا پیشترم بریم میبینین مثلا یعنی اینجا میبینین سالون استانبول هاوس که فرنیچر فروشی زی دوستان عزیز. پایینش هم دکوریشن موتر است که مردم زیادتر این بخش قابل دوستان عزیز برای که همچنان نام داره به دکوریشن موتر. این طرف دوستان عزیز همی ساختمان های مسکونی است. آپارتمان ها دیگه ادامه دارن تا اوجه که بود یک هتل است. بیشتر بریم ببینیم که کدام هتل است و اسم هتل چی است. سلام و درود نثار تک تک شما عزیزان. انشالله که خوب و صحتمند باشین دوستان نهایت گرامی. دوستان نهایت عزیز و گرامی، ما فعلا در برکی کابل هستیم. بیربارم که میبینین موترها از طرف چهارراهی ترافیک آمده. فعلا دیگه بند است همین چهارراهی توسط ترافیک. به این خاطر موتورها دیگه بیربارشون رو میبینین استاد هستن. برکی دیگه دوستان عزیز از بیربارترین و شلوغترین بخشای شهر کابل است که همیشه وقت یک 15 دقیقه آدم در چهارراهی بند میمانه. اون اگر طالعی داشتی خب میشه که بگذری زودتر مثلا واز میباشه و میرسی میگذری. اما اگر باز طالعی نداشتیم ترافیک موتر اول استارت میکنه خلاص یک 15 دقیقه مجبور استارت کنی دیگه. این موتر دوستان عزیز کلا از طرف چهارراهی ترافیک آمدن و فعلا بند هستن. اون ترافیک اعلام کردن نکرده مزدور است سرک. البته دوستان عزیز چهارراهی در ساخت ساز هم است نگفته نمانم. این چهارراهی برکی است اون طرف در ساخت ساز هستن. زیرزمینیش جور میکنن دیگه. فکر کنم زمان اگه دیگه چی شروع شوه پول شروع شوه دیگه پروانه 2 تا دانه باغ هم شاید سرکش بند شوه. سرک امروز چطور خالی از دوستان عزیز، چطور فرصت هست. این طرف در این بخش دوستان عزیز ایش را میبینین انستیتوت علوم صحی تاج است، ورزشگاه است، کلپ هم است، مکتب خصوصی تاج کابل هم است، کمپ ورزشی کراون وی آی پی نمبر 3 و مرکز زبانهای خارجی تاج. در این بخش دوستان عزیز زیادتر فرنیچرها هست. حالا پیشترم بریم میبینین مثلا یعنی اینجا میبینین سالون استانبول هاوس که فرنیچر فروشی زی دوستان عزیز. پایینش هم دکوریشن موتر است که مردم زیادتر این بخش کابل دوستان عزیز برای که همچنان نام داره به دکوریشن موتر و فرنیچر و تایر فروشی دوستان عزیز. دو طرف سرک است دیگه، ما اون طرف نمیریم. از سرک تیر شدنش هم خودش یک جنجال است دوستان عزیز. ساختمان های مسکونی دوستان عزیز یا فکر کنم مربوط پروانه دوم شوند. چقدر آرامی هست دوستان عزیز. ببینید آلودگی سمتی هیچ نیست و چقدر فضا باز تو لذت داره. اون طرف هم دوستان عزیز استار مدیکال کمپلکس هست که از نامش معلوم است مدیکال کمپلکس است و شفاخانه استار هم هست. تمام بخش ها لابراتوار و شفاخانه چی دارن فعالیت دارن. فانگدر ما بورانی پخته داشت دیگه.
این طرف دوستان از این ساختمان های مسکونی آپارتمان ها دیگه ادامه دارن تا اوجه که بود یک هتل است. بیشتر بریم میبینیم که کدام هتل است و اسم هتل چی است. پروانه 2 سرک 4 الف. البته دوستان نگفته نمانه که ویدیوی پروانه 2 که از چهارراهیش است و از خود پروانه 2 جداگانه نشر میشه و به صورت مفصل در ادامه از این ویدیوها شبای بعدی انشاءالله منتظر از ویدیو هم باشید. من دوستان از این ساختمان در چند ویدیو قبلی هم گفتم هیچ جور نمیشه. چندین سال شد که این ساختمان هم تو مانده و جور نمیشه. دیگه نمیفهم چرا، یعنی کارشون بسیار زیاد طول کشید. این طرف هم ترکیه فرنیچر است و همچنان انترنشنل بزنس سنتر. ترکیه فرنیچر منزل دوم است. منزل اول دوستان از دیکوریشن است، دیکوریشن موتر و منزل 34 دیگه نمیفهم که چی هست. میگم از ساختمانش گفته که انترنشنل بزنس سنتر. هتل را که پیشتر براتون گفتم دوستان دینی هتل است. واقعا این هتل یکی از بهترین هتل است. البته در قبل بود دیگه نه. ما بسیار دوست داشتم همیشه پیش خودش. اسمش هم بسیار زیباست، تالار عروسی زیتون. چک نامه که داره دوستان زیبه، تالار عروسی زیتون. اسمش واقعا بسیار زیباست و اسمش دوست داشتنی گفته. دوستان عزیز امیدوارم از ویدیو خوشتان آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوی بعدی همه تونه به الله پاک و متعال می سپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه تان.